از که خیلی وقته مهمون عزیزم اومده نگید، خیلی غریب اومده. همین که نرفتم استقبالش خودش خیلیه، همین که به این غربت رفته به این غربت برگشته، دیگه بیشتر از این حاج آقا داغمون رو داغتر نکنید. گفت باشه. به من گفت حاج خانم فقط نترسی اگه رفتی داخل یه مقدار استخونا رنگش عوض شده، پیکر شهیدتون پایین تنه نداره، جا نخوری اگه هر چی دیدی. یه موقعی میشه شهید اینجوری میکنه ببین میام خونه با سر میام خونه، یعنی تمام جملاتش یکی داشت برام معنی میشد. ما اینا رو من دیدن استخونا رو که رفتم، خب اینا رو بعد یه کفن پیچیده بودن تو کفن، من به خود سرنگین گفتم بچه‌ها نمیخوام استخونا رو ببینن. بعد اون لحظه که اومد، من حالا خودم از یه طرف خب خودم برام این عزیزم اومده بعد سالها، خب احساس میکردم دارم میبینمش، چادر رو کشیدم، دوست داشتم تو حال خودم باشم. از یه ور نگران دخترها بودم، یعنی کاملا امسال عاشورا که اومد احساس میکردم چه سختی کشید حضرت زینب وقتی که حضرت رقیه سر پدرشو دادن بغلش. بچه قالب توهی میکنه، یعنی این که میگن دلش تنگ شده بود و روزه ها، به نظر من اینا روزه نیست، اون قلب کوچیک بچه تحمل نمیتونه بکنه. مگه چقدر میشه یک قلب کوچیک حقیقتا میترکه از غصه. این اتفاق تا یه حدی برای بچهای من افتاد. فاطمه زهرا یه روز من با خواهرم شهید حرف می‌زدم، تو این فاصله که خبر برگشتنش بود، طبق معمول گوشش با من بود. گفتم که خب خواهر من حالا فکر می‌کنی چی میاد، چند تا استخون؟ گوشی رو که قطع کردم گفتش که بابای خودت استخوناش بیاد، بابای من میاد سالم میاد. تصور بچه‌ها این بود که یک مرده‌ای که فقط چشاشو بسته، این تصور رو داشتن. بعد وقتی که اومدن اینا ذوق داشتن، وقتی فهمیدن ها هر کاری کردیم. به من چند نفر گفتن نگو، گفتم نه اتفاقا میخوام بگم، بذاریم بچه از این چشم انتظاری در بیان. بعدم از نظر روانشناسی خب دوره سوگو بعد بچه‌ها میگذروندن، اعتقاد من این بود. بچه‌ها رو بردم، فقط گفتم این داخل رو نبینن. اینا از در فاطمه زهرا انتظار داشت یه چیزی رو بزنه کنار صورت باباش رو ببینه. هم حواسم به اون بود هم حواسم به دل خودم بود. این نگاه میکردم، ولی بعدن اون صحنه‌های بختش خودم هم بعدن دیدم چون چادر جلو صورتم بود. یه لحظه این بچه که مکس کرد شوکه شده بود، چرا نمیتونه. بعدنم همش میگفت اون ریز ریز کنار من، مثلا قبل از گریاش میگفت باز کن ببینم، باز کن بابا رو ببینم. هی دست میزد ببینه کجا سفته. بعد گفتم مامان این سر باباست. بعد میگفت نه این سرش نیست، چرا بزرگ نیست. خب تصور بچه ها، یعنی خیلی سخت گذشت.